كفاك تركاضا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي. میخوام یه تصویری بدم که انگار که شما پیامبر خدا رو میبینید. پیامبر خدا با طلوع خورشید در روز دوشنبه به دنیا اومد. عبدالله ابن رواحه یکی از شاعران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو پرسیدن که میشه برای ما تصویر کنید پیامبر خدا شکلش چطوریه؟ گفت که شما طلوع خورشید رو دیدید؟ گفت ها. گفت وقتی که طلوع خورشید رو میبینید نگاه میکنید انگار که پیامبر رو داره میبینی که میاد. پیامبر طلوع خورشید بود برای جهانیان. تصویر دیگه براتون بگم. عبدالله ابن سلام یا عبدالله ابن سلام یه یهودی بود سرسختی که از علمای یهود در مدینه. وقتی که خبر اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه مطرح شد، پسرشو گرفت گفت بریم من چند تا سوال دارم، یکی دو تا سه تا این سوالا رو از محمد میپرسم، اگر این سوالا رو جواب داد معناش اینه که پیامبره. خب اومد تا که پیامبر رو دید گفت اشهد و ان هذا علی رسول الله، من شهادت میدم به خدا این خود محمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. پسرش گفت بابا تو که سوالی نکردی؟ گفت که نیاز نیست، این صورت امینی است، صورت صادقی است، صورت راستگویی است. عبدالله ابن جابر یه قصه جالب تری میگه که ما با اون قصه انگار که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو میبینیم. عبدالله ابن جابر میگه که یک شب ماهتابی بود، من اومدم بیرون تماشا میکردم، چه فضای خوبی، چه ماهتابی. در این وقت پیامبر خدا از طرف ماه میومد. من هی نگاه میکردم به ماه، نگاه میکردم به پیامبر، نگاه میکردم به ماه، نگاه میکردم به پیامبر، نگاه میکردم به ماه، نگاه میکردم به پیامبر. یا خدای من، با خدا قسم که پیامبر نزد من در چشای من از ماه هم زیباتر بود. این بود تصویر زیبایی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال، قم بنا وانظر لآيات الجمال.